کتاب به جای اینکه به هر حال بیاد توی کتاب فروشی کوچیک اول در هروتس داره به اصطلاح دمونستریت میشه. والا فکر کنم اینم فکر کنم پشت کار خود شیرین بود. با ایشون تماس گرفتن، اینجا خودشون اومدن کتاب بهشون دادن، اینا سفارش دادن، دیدن خوب فروش میره، بعد خودش پیشنهاد خودش بود و قبول کردن که قبول. چون به حال خیلی سخت است که یک کتاب رو، چون اینجا کتاب‌های تاپ 10 دنیا هست که واقعا به هروتس میرسه و این که پشت کاری که پشتش بود خودش بله همه لاینا خط میشه به خودشون. خیلی جالبه. خیلی ممنون از تواضع شما که به هر حال شما ساپورت کردین و امیدوارم که همیشه همینطور شه، کتاب‌های دوم، سوم و دهم هم ببینیم. متشکرم. خیلی ممنون آقای پیام. متشکرم. مرسی. ببخشید من برم خوشحال شدم می‌بینم همیشه موفق باشید کتابای بعدی می‌بینم باشه مرسی. چندمین بار که من کتابایی رو دارم از دست آتورا به اصطلاح امضا میکنم و در آرشیو تپش میذاریم. امیدوارم که این کتاب رو من خودم اول بخونم و بعد نظرم بدم. اجازه بدید بریم خدمت خانم شیرین امانی. لطف کنید این امضا برای تلویزیون تپش این سیم اب نداره، ما فقط الان صدا و در حین اینکه دارید زحمت میکشید کتاب رو واسه ما امضا میکنید، بفرمایید که ایده نوشتن کتاب از کجا شروع شد؟ 100%. من راستش کتاب رو شروع کردم نه به خاطر اینکه کتاب رو به عنوان کتاب انتشار بکنیم، بلکه بیشتر برای دخترم بود. برای دخترم که مقدار خاطرات زمان بچگی 6 ماه آخری که ایران بودیم، داستانای مامان بزرگ، مقدار رسم و رسوم ها، فرهنگمون، طرز زندگی کردنمون، مثل بالا پشت بوم خوابیدن، نمیتونم تعارف هایی که میکنیم در ایران، غذاهای ایرانی و جنگ فکر کنم. بله درسته، جنگ بین ایران و عراق هم یه مقدار توش میاد. یه مقدار خاطرات بچگی قبل از انقلاب، یه مقدار خاطرات 12 سالگی بعد از انقلاب، خیلی کوتاه از دید یک دختر 12 ساله. و منتورم در حقیقت دکتر جوزفین کلاین 60 صفحه اول خوندن و پیشنهاد ایشون بود که من این رو برای پابلیکیشن بفرستم. کسی رو که معرفی کردن در نیویورک بود و در حقیقت اینجوری این کتاب متولد شد و که در هروتس هستش، در یکی از بهترین دیپارتمنت استورهای دنیا. خانم امانی بفرمایید که کتاب مضمونش بیشتر به کجا فوکس میکنه؟ زندگی ایرانی‌ها تو خارج از کشور یا فقط خاطرات؟ همه چی درباره داخل ایرانه؟ درسته، همه چی در حقیقت راجع به داخل ایرانه. چه اینترستی برای خارجی ایجاد میکنه این قضیه؟ فکر میکنم از اون خارجیایی که خوندن و ریویو شد در حقیقت به ما دادن، بیشتر احساس کردم که یک مقداری نظریاتشون، شاید فوکسشون از روی ایران، از سیاست و چیزهایی که شاید امروز اتفاق میفته، نظریاتی که دارن، یک چیزهایی که واقعا برای خودشون، افکاری که برای خودشون ایجاد کردن که ممکن اصلا صحت نداشته باشه راجع به ایران و ایرانی ها، فکر میکنم این براشون جالب بوده تا به امروز نظریاتشون رو که شنیدم. یه مقدار بیشتر راجع به ایران بدونن، راجع به ایرانی بودن، چرا عید نوروز رو موقعی جشن میگیریم که جشن میگیریم و خیلی چیزهای دیگه. شما ریسرچی هم انجام دادید یا فقط بیسته بر اطلاعات خود شما بوده و حالا داستانی که براتون تعریف کرد؟ والا از اول که شروع کردم، چون منظوری نداشتم که کتاب بشه، بیشتر سعی کردم روی خاطرات خودم و چیزهایی که میدونستم بنویسم. بعد که یه مقدار جدی‌تر شد، چیزهایی که راجبش مطمئن نبودم سعی کردم که سرچ بکنم. بسیار خوب. من نمیتونم بگم در آخر، چون احتمالاً داستان نوشتن کتاب آخر نداره و امیدوارم کتاب‌های بعدی رو از شما ببینیم. میخوام از شما خواهش کنم که اگه پیغامی دارید برای کسایی که در ایران هستن، چون میدونید کتابخوانی در ایران خیلی کم هست، متاسفانه آمار بسیار پایینی داره، خواهش کنم که اگه پیغامی دارید به جوان‌ترا، کسایی که کتاب شما رو شروع میکنن به خوندن، از تلویزیون تپش و از دوربین ما بفرمایید.
والا من فکر میکنم مهمترین پیغامی که من میتونم بدم برای جوانهای ایرانی این هستش که خیلی جوانهای باسوادی داریم، خیلی هنرمندی داریم. اگر دوست دارین، علاقه دارین به نوشتن، بنویسید و سعی بکنید که اون رویاتون و اون امیدتون رو زنده نگه دارید. این تنها فکر میکنم مهمتر. چه قولی شما میدید که شما چه کار بکنید؟ شما چطور میخواید کتاب بعدی رو از همین الان استارتش رو بفرمایید که درسته. کتاب بعدیمو بله کتاب بعدی در حقیقت توی ذهنم هست، توی فکرم هست، چون خیلی ها وقتی که آخر کتابو میخونن علاقه‌مند هستن که بدونن بعدش چی شده. برای همین 100% در فکرش هستم. دخترم یه مقدار کوچیکه، سعی میکنم که یه ذره که بزرگتر شد فعلا تو ذهنم دارم پرورشش میدم، به امید خدا که بتونیم ادامه بدیم. خیلی ممنون. همینجا از شما، از خانم شیرین امانی آذری و شوهرشون پیام عزیز و دخترشون مایا کمال تشکر میکنم و همه ایرانیان عزیزی که تشریف آوردن اینجا به واسطه سختی و ترافیک راه و همه مشکلاتی که بود برای ساپورت یک نویسنده خوب ایرانی در لندن هارودز. متشکرم خانم. خیلی ممنون. مرسی. بی تو خاموشم در این شهر فرح، توی غربت دل من باز شده تن، که میشه باز دوباره شب برسه تا ببینم خواب تهرون قشنگ. یادشم از دل پنهون نمیشه، به خدا هیچ کجا پنهون نمیشه. تو همه خوبی آمدی شهر شرقی نجیب، آهنگ ظهر و غروبت تو گوشم میزنه زنگ. وای شهر من، شهر قشنگ، صفا و مهر تو در دل نپذیرد هیچ رنگ. یادشم از دل پنهون نمیشه، به خدا هیچ کجا پنهون نمیشه. یکی از دردناکترین قسمت‌های زندگی یک اصفهانی است که برای یک کتاب پول بده و این یکی از اولین دفعات هست که من برای کتاب پول دادم، چون معمولا یا از دانشگاه قرض کردم و بهشون دادم دوباره، یا از دوستام قرض کردم بهشون ندادم. حالا با ما باشید ببینیم بقیه چطوری کتاب بخرن. یکی از دردناکترین قسمت‌های زندگی یک اصفهانی است که برای یک کتاب پول بده و این یکی از اولین دفعات هست که من برای کتاب پول دادم، چون معمولا یا از دانشگاه قرض کردم و بهشون دادم دوباره، یا از دوستام قرض کردم بهشون ندادم. حالا با ما باشید ببینیم بقیه چطوری کتاب بخرن. Oh, hi, good evening. Hi. I think you said you read the Once Upon a Time in Tehran, and then if you can please tell us about it and see what did you feel when you read it? Sure. It was just a really, really nice story, and kind of straight from the beginning, like the fairy tales that were told were just really engaging, and it was just, I couldn't wait for like the next one to come along. It was just a really, really sweet story, and I won't give it. I did, yeah, and I won't give it away. But at the very end, there's one story that's not complete, and it just left me like hanging, wanting for more. For the next one. Yeah. Are you generally a book reader? Yeah, here and there, yeah. But yeah. What kind of books are you looking for? I like books like this that are just, you know, stories and just kind of. And like you never heard about it?
Sorry? The one that you never heard about it or no one. Yeah, I like true stories. So, stories about people's lives, and that's something that has meaning. And just, because you can always relate to stories that are about real people. The other question I have is that before you read that book, have you ever read any other book about Iran? No, That's the first one. this is the first one. And so, have you had any clue about Iran and how Iran is and how life is there? And have you ever had it? Yeah, a little bit. I wouldn't say like I'm a master at history or kind of current stories, but yeah. Do you think that if you want to travel somewhere, do you choose Iran to go? No, I would do, definitely. My husband's travelled to Iran, and he's absolutely he's just adored being there, and he speaks really highly of it. So yeah, definitely. We're going to see this lady in Iran sitting somewhere in a bunch and reading a book. So if you got any message for any Iranian who wants to see you in Iran, please welcome to our TV. Thank you very much. I'm pretty sure you will have lots of food. Yes, And then very good hospitality. definitely. Yeah, we will see you then. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. یاد تو همراه هر خاطره‌ای وقت غربت به دلم میزنه چند غزل و شعر و سرودت تو غم و شادی من به دلم میزنه هر دم آهنگ برگشتیم، گزارش با هم دیدیم عزیزان. گزارش جالبی بود. بعد بگم که خانم آذری کتابشون اصولا کلا متن کتابشون بر این اساسه که در مورد داستان‌هایی که مادر بزرگشون در بچگی و در کلا در تمام موقعی که بودن با هم، یعنی تایمی رو که با هم داشتن، اون موقع داستانهایی که تعریف کردن همه رو نوت برداشتن و تبدیل به یک کتاب کردن که عزیزان شما هم میتونین اگر استعداد اینو دارین که این کار انجام بدین. خیلی خوبه و مطمئنا پیشرفت میکنین و موفق خواهیم بود. بعد در اینجا از آقای امیر فرهاد عزیز تشکر کنم که با اینکه اینقدر بیزی بودن، به خاطر اینکه امیر فرهاد دارن یه تئاتری کتابی رو می‌نویسن، تهیه میکنن در مورد تئاتری هستش که خیلی جالبه و برای اولین بار اونم داره به بازار ارائه میشه که خیلی جالبه. حتما بعدها در برنامه‌مون ازش تعریف خواهیم کرد. ازشون تشکر میکنم که با اینکه خیلی بیزی بودن ولی همیشه همه جا هستن و میرن برنامه‌های خوب و عالی برای ما تهیه میکنن و میتونن که شما بینندگان عزیز و شاد و خوشحال بکنن. در ضمن باید کتابم بهتون نشون بدم. این کتابی که در موردش صحبت میکنیم این کتاب هست. حتما اگر عزیزانی که میخوان تهیهش کنن باید به هاروتس برن و اونجا میتونن تهیهش کنن. کتاب قشنگی جالبیه، حتما بخونینش.